با دعا است، فقط با دعا است خلاص. اینمی در تجربه ببین فرزندی را که پدر و مادر دعای نیک در حقش میکنن، میبینی فرزند چی است؟ اقبالش بلند است، وقتش بلندی میکند، رزقش فراخ است، تنش صحت است، خداوند باز زن فرزندای خوبش عطا میکند وقتی که دعای پدر و مادر را بگیرد. اونه که دعای پدر را نگیرد، دعای مادر را نگیرد، از این فضیلت ها چی است؟ محروم است. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم در روایت عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه بیان میکند که حضرت عقبه ابن عامر از حبیب خدا صلی الله علیه و سلم میگه پرسش کردم که یا رسول الله ما نجا، ای فرستاده خدا، پیغمبر خدا، نجات در چیست؟ پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامش شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلندی، استرخوان دراز، رادیکولیت، پروستاتیت، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و اینچنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید، حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغ ما شهر مسکو، ورخناپولیا، دام 48 در نزدیکی بازار صدوات. حتما در رقم‌های ما در تماس برایید. چیست؟ نجات از چی؟ از قهر خدا، از غضب خدا، نجات از دوزخ. همین نجات در چی است؟ ببین معلم بشریت فقط 3 چیز بیان کردن. نجات یکم چیزی که گفتن احفظ علیک لسانک، زبان تا بر خود نگه بدار. همه زبان نگه داشتن این چی است؟ نجات است. زبان باید در تحت کنترل عقل باشد، عقل باید رئیس باشد و زبان در تحت کنترل عقل باشد. هر چیزی که زبان میگوید باید که به اختیار عقل باشد. برای همین است که آدم هوشیار از آدم دیوانه چقدر از زمین تا آسمان فرق دارد. مثلا دیوانه هر چیزی که بگه حقارت کنه، دشنام کنه، چیزی که بگه کسی اهمیت نمیده، میگه بیچاره بیماره، میگه او چی است؟ میگه مستضعف عقلی است، عقل نداره، عقلش کم است. اما آدم هوشیاری گپ نمیگه. چی است که پیامبر گفت احفظ علیک لسانک، همین زبان تا بر خود نگه بدار. زبان بهترین عضو است، با در جای خودش بدترین عضو است. حضرت لقمان حکیم خدا رحمت و مغفرتش کنه که بعض قولا گفتن که لقمان حکیم پیامبر است، بعضی گفتن حکیم است. قول صحیح ترش همی است که یکی از ولی خدا بود و حکیم بود که خداوند در قرآن میگه و آتینا لقمان الحکمه، ما لقمان حکمت دادیم. خداوند میگه اگر میگه پیغمبر میشید میگه و آتینا لقمان النبوه، پیغمبریش ما میدادیم، لیکن خدا گو حکمتش دادیم. پرسیدن که بهترین عضو و بدترین عضو کدام است؟ بهترین عضو زبان است، دل. دویم مراتب چی گو؟ بدترین عضو کدامه؟ گو بدترین عضو هم همین زبان است، دل. زبان است که انسان کشیده به بهشت میبره، زبان است که انسان کشیده به دوزخ میبره. زبان است که به یک کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله اگر کفر 100 ساله داشته باشد، همین کافر در 100 سالگیش اگر یک بار از صدق دل بگه لا اله الا الله محمد رسول الله، 100 ساله کفری او را خدا میبخشد، بیگناه میشه. مثل طفلی نو از مادر زادگی به واسطه چی؟ به واسطه زبان. و انسان است که اگر 100 سال طاعت عبادت خداوند کنه، یک بار به زبانش اگر انکار کنه مرتد میشه و 100 سال عبادتش حبطه میشه، برباد میروه. به واسطه زبان است. به واسطه زبان انسان دشمن دوست میکنه، به واسطه زبان انسان دوست دشمن میکنه، به واسطه زبان ببین که خانهش خراب میکنه. 3 طلاق میگه زنش، تمام دیگه خانه خراب، فرزندا دیگر
به تعلیم، به تربیت، زن به مر، مرد به مر، زندگی همه ویران میشه. همه به واسطه چی است؟ به واسطه زبان. برای همین است که پیامبر صلی الله علیه و سلم امر کرد که احفظ علیک لسانک، زبان بر خود نگه بدار. به هر حرفی کند عادت زبانت، به وقتی مرگ آید در دهانت. با کدام چیزی که زبانت عادت کرد، حضرت مولا میگه در وقت مردن تمام به یادت میآید. در همین عمر کوتاه ما دیدیم آدمی که اخیرا نفس شد لا اله الا الله الله اکبر گفت چشم پوشید. پیغمبر خدا میگه هر کسی که اخیرا سخنش لا اله الا الله باشه او جاش جنت است، کسی که با کلمه از دنیا بروه. لیکن نفر هم بود که اخیرا نفس جانتیش قطعی دشنام حقارت قطعی بود. برای چی؟ زبان و همون دشنام حقارت عادت کردگی بود. بلا دشنام حقارت کرده جان بود. پیامبر خدا گفت احفظ علیک لسانک، زبان بر خود نگه بدار. زبان باید به ذکر عادت بدیم که دائما به ذکر عادت داشته باشه. مدنیت مسلمانی مون باشه که در گپ زدن همون لفظایی که مدنیت اسلامی در یک کلمه مثلا تعجب شنیدیم چی؟ سبحان الله، سبحان الله بگی. یک کلمه لا اله الا الله بگیم. یک گپ خوش شنیدیم، خبری خوش باید چی بگیم؟ الحمدلله، الحمدلله رب العالمین. یا که پرسش کردن احوالات چخیله، چی بگوی؟ الحمدلله، خدا را شکر، حمد و سپاس خداوند. این تن صحت چشم بینا را همه را خدا داده است، باید او را شکر بگوی. یا خبری مثلا یگان مرگ و آفت بلا را شنیدی چی میگوی؟ انا لله و انا الیه راجعون میگوی. همه چی از معرفت اسلامی است که جواب سوال باید خوب باشد. پیامبر گفت زبان تا بر خود نگه بدار. دویم چیزی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفت احفظ علیک لسانک ولیسعک بیتک، خاندان تا به نظام بدرور. خاندان من الحمدلله که اکثر در همه جهتی است، زن و دختر و پسر داریم، خاندان باید به نظام باشه، آداب اخلاق همین خیلی باشه که هر یک نفری که بعد از سر ما و شما فرزند بگه خدا پدر تا رحمت کنه، رحمت به همو پدر به همو مادری که تر شیر داده است، خدا روح پدر تا شاد بگردانه که در جامعه نفرسان باشه، در جامعه ضرر رسان نباشه. حبیب خدا صلی الله علیه وسلم بهترین و بدترین ما و شما را خودش بیان کرد. چی گفت؟ خیر الناس من ینفع الناس، بهترین مردم کسی است که نفعش در مردم برسه. در یک محله یک خدمت میکنه، یک جا آب میکشه، یک مثلا که سیمی سویت میبره، یک جا در یک مرگ در یک جای خرسندی مسلمانو خدمت میکنه. همه چی از بهترین خصلت مسلمان است. و در دوام چی گفت؟ و شر الناس من یضر الناس، بدترین مردم کسی که ضررش به مردم میرسه. برای همین اگر بهترین هم شده که نتونستی، لااقل حرکت که ضررت به کسی نرسه. این دنیا با هیچ کدام ما و شما وفاقی نکرده است و نمیکنه. با پیغمبرها وفاقی نکرد، با اولیا، با صدیقین، با صلحا چی است وفاقی نکرد، با ما و شما نمیکنه. حضرت میر سید علی همدانی خدا رحمتش کنه، ولی خدا زیاده از 160 کتاب رسالت تصنیفات داره. میگه که صحبت گیتی کی تمنا کند، با کی وفا کرد کی با ما کند. همه دنیا را محبتش و صحبتش و معاملش با کی وفا کردگیه که با ما میکنه. صحبت گیتی کی تمنا کند، با کی وفا کرد که با ما کند. ببین خاک شد آن کس که در این خاک زیست، خفته چی داند که در این خاک کیست. بازی ما چی میدونیم در تای همین پامان خاکی کدام آدم های. بزرگای خدا میگفتن که اگر 7 قدم بزنی ریزه های استخوانی پادشاهی کرسی نشین کاسخونه سرش تزیر کردی سای. همین قدر دنیا قدیم است. خاک شد آن کس که در این خاک زیست، خفته چی داند که در این خاک.
هر ورق چهره آزاده است. این برگ درخت گل و بوتایی که میبینیم این نشأنماش از همین خاک آدمی زاد گرفتی سر. هر ورق چهره آزاده است، هر قدم فرق ملک زاده است. بعد میگه صحبت گیتی کی تمنا کند، با کی وفا کرد کی با ما کند. یعنی ارزش ندارد که ضرر من در یک نفر دیگر برسد.